یکی از عمده ترین دلایلی که ما دعوامون میشه، بحثمون میشه توی یه رابطه، میدونی چیه؟ میخوام بهت بگم. یکی از راه حلایی که ما میتونیم باهاش دعواها و تنشامون رو توی رابطه کم بکنیم اینه که الگوهای حل تعارضمون رو بشناسیم. حالا اصلا الگوی حل تعارضمون رو چجوری میخوایم بفهمیم چی هست؟ یکی از راهاش اینه که ما یه جدول میکشیم. این جدول 4 تا ستون در نظر میگیریم. یکیش میشه زمان. زمان یعنی چی؟ یعنی تو اون موقعیت زمانی و مکانی که من شروع کردم به تنش، دعوا، بحث یا یه حرفی رو زدم، یه خواسته بوده که کشیده به بحث و دعوا. ستون بعدی میشه نیاز من. نیاز من یعنی من با چه هدف و نیازی اومدم و یه موضوعی رو پیش کشیدم. قصد من چی بوده؟ و ستون بعدترش یعنی ستون سوم میشه راه حل من چی بوده. یعنی چی؟ یعنی من برای این خواسته و این هدف از چه راه حلی استفاده کردم، تحقیر کردم، مقایسه کردم، صریح صحبت کردم، چی کار کردم. و ستون آخر ما میشه پیامد یا نتیجه. یعنی من از راه حلی که برای ابراز نیازم توی اون موقعیت زمانی و مکانی که انتخاب کردم استفاده کردم، پیامدش برای من مثبت بوده یا منفی، دعوا بوده، چالش بوده یا همدلی و درک بوده و حل مسئله.